سلام همه دوستان، خیلی خوش اومدیم به 13مین جلسه از آموزش گرامر زبان آلمانی در آلمانی استودیو با من علی. در واقع الان دیگه وارد سطح آ1 2 شدیم. 12 درس آ1 1 رو تموم کردیم و قراره که از امروز آ1 2 رو شروع بکنیم. خب لوسکس بریم شروع کنیم. این جلسه‌مون رو می‌خوایم با داتیو شروع بکنیم. ما تا الان حالتهای گرامری نومیناتیو و آکوزاتیو رو یاد گرفتیم. نومیناتیو که خب گفتیم فاعلی هستش و فقط فاعل جمله واسه همون که بود. اما توی آکوزاتیو ما فاعل داشتیم به اضافه مفعول که بهش میگفتیم مفعول مستقیم. یعنی چی؟ یعنی میگفتیم که آقا من فلان عمل رو روی فلان مفعول انجام میدم. خب مثلا میگم من سیب را خوردم. می‌بینید ما یک فاعل داریم من، یه فعل داریم خوردن که نشونش همون را بود تا یه حدودی، یه مفعول داشتیم که اون سیبه بود. اوکی بهش کنیم مفعول مستقیم. نشونش هم گفتم را بودش. حالا قراره با یک شکل جدیدی از گرامر آشنا بشیم به اسم داتیو. اوکی که بهش چی میگیم؟ بهش میگیم مفعول غیر مستقیم. یعنی چی؟ توی مفعول غیر مستقیم با در واقع میایم میگیم که مثلا میخوام مثال بزنم، من به تو کمک میکنم. نشونش چیه؟ به تو، برای تو. اوکی نشونش به، برای هستش. اوکی خب بریم قبل از اینکه ادامهش رو یاد بگیریم در مورد چیز صحبت بکنیم، آرتیکل های صحبت بکنیم. ما توی آکوزاتیو فقط به حالت ماسکولین تغییر داشتیم که در به دن تبدیل میشد که متعاقباً نگاتیوش هم میشد آینن و اون بشتیم تا آرتیکلش هم بخش اون بشتیم چشم میشد آینن و نگاتیوش میشد کاینه. اوکی حالا توی داتیو همشون به هم میریزن، همشون کاملا به هم میریزن. بریم ما یاد بگیریم چجوریه. آینمون تبدیل میشه به چی بخشید، به درمون تبدیل میشه به دم. اوکی پس متعاقباً اون بشیم تا آرتیکلش هم که آینم بوده آین بودش تبدیل میشه به آینم و نگاتیوش هم تبدیل میشه به کاینم. اوکی توی فمینینش دی بود که به در تبدیل میشه، متعاقباً اون بشیم تش میشه آینا و کاینا. اینا واسه که اشتباه نگید باید توی جمله پیدا بکنید. ممکنه بگید خب این در شاید ماسکولین باشه، نه توی جمله باید اینو پیدا بکنید. به فعلش نگاه ببینید داتیو ساز هست یا نه، پرپوزیشن داتیو داره یا نداره و قصه از حالا. بعدیش میشه این دقیقاً شبیه خود چیز میشه، ماسکولین میشه، دویتکالش میشه ماسکولین. در واقع ما توی پلوغالش دی بود که اینجا به دن تبدیل میشه. خب متعاقباً ندارین توی چیز اون بشیم تش، اما اینجا میشه کاینن و به آخر اسمه یک ان اضافه میشه. اینو حواستون باشه، جلوتر راجبش یاد میگیریم، میخونیم، نگران نباشید اصلا. اوکی خب بریم یه مثالی با هم دیگه بزنیم، یه چند تا مثال بزنیم که با هم یاد بگیریم چجوری هستش. یکی از پرپوزیسیون هایی که داتیو سازه میته، اینا رو توی یه جلسه کامل راجبش صحبت میکنیم ولی فعلا در جلسه با میت آشنا میشیم. zum Beispiel پیتر get mit dem Auto einkaufen، یعنی پیتر با ماشین میره برای خرید. اوکی میره خرید کردن. das Auto بوده، das بوده تبدیل به dem میشه mit dem Auto. ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. دی U-Bahn بوده یادتون باشه تو شکل داشتیم. دیه میشه der mit der U-Bahn.
ارگت mit den Kindern. ببینید دن شده، گفتم کیندر جمعشه یه ان اضافه میگیره اینجا. من اینو قرمزش بکنم. mit den Kindern zur Schule. این سودر آربایت و حالا سودر شوله رو بهتون یاد میدم چجوری از جلوتر راجع بهش صحبت می‌کنم، نگران نباشید. اوکی. مبحث بعدی در مورد پرپوزیسیون ها هستش. می‌خوایم راجع به پرپوزیسیون های مکانی صحبت بکنیم. ما 9 تا پرپوزیسیون داریم به لحاظ مکانی البته. خب که اینا هم حالت داتیو دارن هم حالت آکوزاتیو دارن. حالا کی داتیو میشن کی آکوزاتیو میشن رو الان تو مثال یاد میگیرم، با هم دیگه بهتون میگم فرقشون چجوری تشخیص بدیم. اول با هم یاد بگیریم. اولش آوفه به معنی روی چیزی بوده. بعدیش اوبا بالای چیزی. فرقشون هم تاثیر مشخصه. آف دقیقاً روی چیزی، مثلا روی میزی تو قرار میگیره، آف بالای چیزی با یه فاصله قرار میگیره. اون تا میشه زیر چیزی بودن. این رو هم فوا بهش میگن هم فور بهش میگن. قشنگترش فوا هستش. حالا بازم من تاکید میکنم که این بستگی به اون تلفظ و اون لهجه داره. اوکی. میشه جلوی چیزی بودن، هینتا پشت چیزی بودن، نبن کنار چیزی بودن یا بغل چیزی بودن، آن هم میشه کنار یا بغل چیزی بودن، سویشن میشه مابین چیزی بودن، این هم که داخلش. یه سوالی که اینجا مطرح میشه فرق نبن و آن چیه؟ باید تا یه جاهای استفاده میشه. ببینید آن چیزی است که چسبیده باشه به چیزی. اوکی؟ تماس باشه وجود. نبن نه، کنارش با یه فاصله وجود داشته باشه. فرقشون اینجاست. ببین مثلا ما میگیم مثلا اداره پست کنار چیزی، ببین شاید ظاهرا ما میگیم کنار چسبیده است تو ساختمان هم دیگه، ولی به لحاظ واقعیت نچسبیدن به هم دیگه، یه فاصله بینشون وجود داره. خب ولی آن یعنی کاملا چسبیده بهش. این فرقشونه. اما من گفتم این 9 تا پرپوزیسیون بعضی جاها داتیو و بعضی جا آکوزاتیو. از کجا باید تشخیص بدیم؟ زمانی که داریم ازش استفاده میکنیم بعد ببینیم به چه سوالی داره پاسخ میده، به وهین یا وو. اگر وو باشه یعنی کجا هست و تغییر موقعیت نداره، اوکی، میشه داتیو. اما اگر به کجا یعنی وهینه و تغییر موقعیت داره از یه نقطه به یه نقطه دیگه، میشه آکوزاتیو. بریم چند تا مثال با هم دیگه از نقطه‌اش میزنیم، کاملا یاد میگیرید. من با 2 تاش مثال آوردم براتون که نگرانی بابت این قضیه نداشته باشین. با این شروع بکنیم. میگم داتیویش چی میشه؟ میگم ich bin in dem Zimmer. زیما یعنی اتاق. اوکی. داسه من الان توی اتاق هستم، تغییر موقعیت ندارم که، پس داتیو استفاده کنم. ich bin in dem Zimmer. اما میگم من میرم به اتاق، تغییر موقعیت دارم از یه جای به یه جای دیگه، پس میشه چی؟ آکوزاتیوی. میشه ich gehe in das Zimmer. متوجه شدین فرقشو؟ یه مثال دیگه با auf بزنیم. Das Buch liegt auf dem Tisch. ببینید خود لیگن صرفش تو فایل افعال اومد باشه، دقیقا نیست، ولی اگه نبود بهم بگین حتی براتون میذارم. تو کانال تلگرام هستش میتونید ببینید. ببینید فعل داتیو سازه. خود فعل لیگن یعنی قرار داشتن. خب داتیو سازه، چیزی که قرار داره، ثابته. اوکی. پس داتیو مطمئنا auf، پس اینجا داتیو میشه. Das Buch liegt auf dem Tisch. Der Tisch میشه چیز dem Tisch. اما میگم ich lege فعلش لگنه، قرار میدم، اون قرار داشت، این قرار میدم. Das Buch auf den Tisch. باید تغییر وضعیت داریم. مثلا کتاب تو دست منه، داره میره روی میز، تغییر وضعیت داره، تغییر موقعیت داره، پس آکوزاتیو میشه. آن Das Bild hängt an der Wand. ببینید خود هنگ توی دوتاش هم آکوزاتیو هم داتیوه. خب ولی میگم قرار
داره، یعنی من تغییرش نمیدم. خب قرار داره، پس میشه der Wald. die Wald بوده شده der Wald. واند ببخشید، میگم والت شما میگم با جنگل. قرار داره، اما میگم ich hänge das Bild an die Wand. ببین الان دارم میگم من تابلو رو میذارم روی دیوار. آکوزاتیو تغییر موقعیت داره، میذارم روی دیوار. جفتش یعنی هنگن هم آکوزاتیو هم داتیوه، ولی به خاطر تغییر وضعیتش از آنش متوجه میشیم که آکوزاتیو یا داتیوه. اونتا زیر چیزی میگم die Katze schläft unter dem Bett. یعنی چی؟ یعنی گربه زیر تخت خوابیده. تکون که نخورده، تغییر موقعیت نداشته که. اما میگم die Katze läuft unter das Bett. میره به سمت حالا زیر تخت. اوکی، تغییر وضعیت داره. اوبا گفتیم بالا چیزی با فاصله. die Lampe hängt über dem Tisch. میبینی بازم همون هنگنه، ولی داریم میبینیم قرار داره. خب ich hänge die Lampe über den Tisch. من لامپو بالای چیز قرار میدم، نصبش میکنم. اوکی، تغییر وضعیتیه. neben کنار چیزی بودم. der Stuhl steht neben den Tisch. میگم که آقا صندلی قرار داره، نمیگم قرار میدم. neben dem Tisch کنار میز. اما میگم ich stelle den Stuhl neben den Tisch. من صندلی رو میذارم، قرار میدهم، نه قرار داشته، قرار میدم، میذارم کنار میز. das Auto steht vor dem Haus. میگیم که آقا اتومبیل جلوی خونه هست. اوکی، تغییر وضعیت نداره، ثابته، هستش. اما میگم ich fahre das Auto vor das Haus. من ماشین رو قرار میدم، یعنی میرونم تو جلوی خونه. hinter der Garten ist hinter dem Haus. اوکی، یعنی چی؟ یعنی با قرار داره پشت خونه. اما میگم من ich gehe hinter das Haus. من میرم پشت خونه. das Haus میشه دیگه اینجا. حالت آکوزاتیویشو میگیره. zwischen der Ball liegt zwischen den Stühlen. یعنی میز قرار داره بین صندلی‌ها. قرار داره. ich lege den Ball zwischen die Stühle. یعنی توپو قرار میدم بین صندلی‌ها. با این 9 تا مثال مطمئنم تفاوت آکوزاتیو و داتیو بودن این 2 تا لوکال پروپوزیشن رو یاد میگیرین، ولی باش بازم تمرین بکنید و این 9 تا خیلی به کار میاد. ما به غیر از اینها 2 تا پروپوزیشن دیگه داریم که کاملا در حالت آکوزاتیو هستن و که مدام کاملا در حالت داتیوی. ولی این 9 تا هم حالت داتیوی داره هم آکوزاتیو. اینجا خواستم بهتون بگم یه فایل حتما آپلود میکنم تو یوتیوب، تفاوتش رو با مثال حتما براتون میگم. ما وقتی ما داتیو استفاده میکنیم میتونیم خلاصه بکنیم، به جای آندم بگیم جلسه قبل یادتون داشتیم آندم این هم هست، این دم شده این که معمولا برای تاریخ اینا استفاده میشه. میگم چی؟ das Café ist im Stadtzentrum. میگم کافه هستش در مرکز شهر. اشتات شهر، سنتروم یعنی مرکز. اوکی، بیاد دیگه میگم ich sitze am Tisch. بخواستم آندم باشه تو آمش رو بهتون بگم. ما یه سری افعال داریم، یادتون باشه سری افعال داشتیم که آکوزاتیو ساز بودن. من یه فایل تو کانال تلگرام قرار دادم که کل افعال آکوزاتیو ساز و داتیو ساز اونجا گذاشتم. اونه که مناسبتونه در سطحتون رو باش تمرین بکنین. بتونم یه ویدیو میگیرم حتما چند تا مثال باش براتون میزنم. مهمترینش اولین چیزی که شما میگید هلفنه، به کسی کمک کردن. ich helfe dem Mann یعنی من به اون مرد، به آن مرد کمک کردم. helfe داتیو سازه، پس بعدیش اسمی که میاد بعد داتیوی باشه، میشه ich helfe dem Mann. danke فکر کردن.
بس تشکر کردن دنکن بود. تشکر کردن میشه چی؟ پیتر دانک دم کوخ. از کسی تشکر کردن یا به کسی تشکر کردن میشه. یا پیتر از آشپز تشکر کرد. گهورن متعلق بودن، تعلق داشتن به کسیه دیگه، به کسی. اوکی، میگم das Fahrrad gehört dem Kind. یعنی چی؟ یعنی دوچرخه متعلق به اون بچه. gehört dem Kind. اوکی، بازم میگم افعال داتیو ساز رو میذارم حتما براتون، اکانال تلگرام میتونید برداریم. خب بریم سر یه مبحث خیلی قشنگ راجع به اعداد ترتیبی. چرا؟ چون بهمون خیلی کمک میکنه توی بیان تاریخ، بیان طبقات، ترتیب، مقام ها، اینا. متوجه اعداد یاد گرفتیم 1 2 3 4 5 6 7 الی آخر. خب حالا میخوایم اعداد ترتیبی رو یاد بگیریم. تو اعداد ترتیبی ما 2 تا قانون داریم، 3 تا قانون داریم در واقع. اعداد 1 تا 19 و 20 به بعد. بریم اول اعداد 1 تا 19 رو هم یاد بگیریم. من یه ذره میام پایین‌تر. اعداد 1 و 3 تغییر حالت دارن. یعنی این میشه 1 ولی اولین میشه ارسته. 2 رو بهتون نمیگم جلوتر توضیح بدم. 3 دقایق میشه دیریته، تغییر شکل داره. اما الباقی اعداد یه ته بهشون اضافه میشه، مثل 2 میشه zweite، 4 vierte، 5 fünfte، 6 sechste، 7 siebte. اینش حذف میشه. آخت میشه آخته. ما 2 تا ته دیگه نمیذاریم. یکیش حالا تو فارسی میگیم حذف قرینه لفظی. حذف قرینه لفظی شده، حذف شده ولی تو معناش تغییر ایجاد نمیکنه. اوکی. 9 neunte، 10 zehnte، 11 elfte تا 19 میشه 19. اوکی. 4 تا 19 یک دوست هم که اینجا براتون میشم یه ته اضافه میشه. اما از عدد 20 به بعد به جای ته است اضافه میشه. است از 20 تا هر چقدر شما بخواید حساب بکنید. مثلا 20 میشه سوانزیشته، دقایزیشته. اوکی. حالا اگه بخوایم مثلا بگیم 21 چجوری باید بگیم؟ ein und 20 تا اینجاش که عادیه یه است آخرش اضافه میشه 21 21. مثلا میخوایم بگیم 34 34 34 رو می 34 من عددش رو میگم. آره اوکی. 24 توی نوشتار وقتی میخوایم عدد ترتیبی بگیم یه نقطه بعدش قرار میدیم. مثلا دقیقه میشه دقای پونکت، یه نقطه قرار میدیم. مثلا میخوایم بگیم سوم ماه، مثلا می، خب میگیم دقیقه مای. اوکی. سوم مای. فیرتسنت 14 21 21. ایشو کوچیک بذارم. چون عددهای ترتیبی نوع صفته و صرف میشه و شما بعداً صرف یاد میگیرید، حواستون باشه که آرتیکلی که براش میاد به تاگ یک روزه ارسته. اوکی. من به جای که بگم من میگم در ارسته تاگ. اوکی. اما وخه دی سوایت تاگ، وخه ببخشید دی جمعیت. اما داست دیقیت کیند این آرتیکل خودشونو داره میگیره. میبینی تا جلوتر یاد میگه که صرفش بکنید اینا رو. یعنی ارسته، سوایت، دیقیت فلان صرف بشن. ارستن میشه یه جایی، سوایتا میشه یه جایی. حالا جلوتر میام تو صرف افعال آخر آیه 2 یاد میگیرید اگه اشتباه نکنم. یه نکته دیگه، ما وقتی میخوایم از تاریخ استفاده بکنیم از حرف اضافه آم استفاده کنیم. آن دم، آم پلوس داتوم فرم سنبایش بی میگم آم ارستن یانوار. میبینید؟ حالا اینو جلوتر میگم یاد میگیرید، نگران نباشید، فعلا حفظش بکنید. میگم آم
21 مارس 21 مارس. یه مثال براتون بزنم، میگم که wir wohnen im zweiten Stock. اینکه این دمه میدونیم این چون حالا جمع هستش اینجا چیز میشه و میگم چجوری اینها رو یاد میگیرید، اصلا نگران این نباشین. امیدوارم داتیو رو خوب یاد گرفته باشید، خیلی روش کار بکنید، چون نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو خیلی مهمه. میتونم بگم 80% بیشتر، 90%، 95% گرامرتون با این ستا درگیره. یه حالت گرامری دیگه داریم مثل گنتیو که اون رو خیلی جلوتر یاد میگیرید، حالا اون رو بهتون میگیم اونم جلوتر، ولی خب کارش خیلی کمتره نسبت به این ستا. خیلی خوشحال در خدمتتون بودم. خیلی خوشحال میشم ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار ویدیو رو بزنید تا ویدیو بعدی که آپلود شد اولین نفر باشید که مطلع میشین. پیسش بتا.